از بازار تهران تا رویای تیم ملی افغانستان. اگر فکر میکنید رسیدن به فوتبال حرفه‌ای فقط با امکانات بزرگ ممکن است، داستان حسین رسولی را از دست ندهید. مخاطبین گرامی، برای اینکه از تازه ترین رویدادهای دنیای ورزش از افغانستان و جهان آگاه شوید، کانال یوتیوب را سابسکرایب نمایید، زنگوله را فشار دهید، لایک و کامنت یادتان نرود. حسین رسولی متولد سال 2008 فوتبالیست جوان اهل هرات است که در ایران به دنیا آمده و اکنون در تهران زندگی می کند. او از همان کودکی عاشق فوتبال بود و با وجود تمام سختی ها هرگز از رویای خود دست نکشید. حسین هوادار سرسخت بارسلونا است و لیونل مسی را الگوی بزرگ فوتبالی خود می داند. او با پای راست بازی می کند، اما تخصص اصلیش شوت‌زنی و ضربات پای چپ است، ویژگی که سبک بازی او را متفاوت کرده است. او در تیم‌های جوانان استقلال 90، امیدهای لیگ برتر گسترش ویژن، شنسار و تیم‌های بزرگسالان میثم حصار امیر و ماشینالات بازی کرده و در هر مرحله تلاش کرده تا خود را در سطح بالاتر برساند. یکی از مهمترین اتفاقات دوران فوتبالش دعوت به اردوی تیم ملی زیر 20 ساله‌های فوتبال افغانستان بود، اما به دلیل شرایط دشوار آن زمان از جمله تنش‌ها در جنگ میان ایران و آمریکا در کنارش محدودیت‌های خروج از کشور از افغانستان نتوانست به اردو ملحق شود. اتفاقی که شاید یکی از تلخ‌ترین لحظات زندگی ورزشی حسین باشد. حسین رسولی اکنون نامزد است و در کنار فعالیت در بازار تقریبا تمام وقت آزاد خود را صرف تمرین و پیشرفت در فوتبال می کند. او باور دارد که هیچ مانعی نباید انسان را از رسیدن به رویاهایش باز دارد. آیا این فوتبالیست جوان می تواند روز پیراهن تیم ملی افغانستان را برتن کند و نام خود را در فوتبال کشور ثبت کند؟ پاسخ این سوال را زمان خواهد داد. اما یک چیز روشن است، حسین رسولی هنوز برای رسیدن به آرزوهایش می جنگد. اگر از حمایت استعدادهای فوتبال افغانستان لذت میبرید، ویدیو را لایک کنید، کانال یوتیوب را سابسکرایب نمایید و نظرتان را بنویسید. حالا به نظر شما آیا حسین رسولی شایسته فرصت دوباره در ترکیب تیم ملی افغانستان است؟ نظریات خود را در کامنت با ما شریک سازید.